سوال ما این موضوع سال دورتر درباره اویلم میشد. از اویلم جدا شدگی 10 سال پیش دو فرزندم بود. یکم اویله و دو فرزند گشته آمد پیش منبع. به حساب یکم عضو مادرش دعای بد میکند، میخه میکند. این همه حالت به فرزندای من چیزی میشد، چه میشد حالت اینها؟ کی را دعای بد میکند؟ بچه هاشه. برای چی؟ پتفته برافتی من پیش داده. نه، مقصد شما در یک شهر زندگی میکنید همراهی مادری فرزندا؟ نه، پیش میکردیم خیلی برافت کنم از برافتگی دانه رسیو برافتگی. ها شما در تاجیکستان باقی ماندید؟ ها نه، و همراهی مادراشان امکانیت دید که گپ زنن، تلفنی گپ زنن، ویدیو زونا کنن. اگر وقتی که در یک شهر آمدن به هیچگاه مانع نشوید که با مادرشان روبرو شوند، زیارت کنند. همیشه امر کنید که به مادرش نیکی کند. مادر کسی نباشد یا پدر کسی نباشد، ما وظیفه دار هستیم که به پدر و مادر نیکی کنیم. الله تعالی میگه که ان اشکر لی و لوالدیک، شکری مرا به جا بیار و شکری پدر و مادرت را به جا بیار. مثلا بعضی آدما میگن که من پدری من برای من یگان نیکی کردگی نیست، فقط اون پدری بیالوگی من تمام. من دیگه نه در تولدم در پیشم بود و نه یه روزی برای من خدمت نکرده است. خب تو اون که خدمت نکرده است، تو اون که وظیفه خود را اجرا نکرده است، تو وظیفه خود را اجرا کن. خیلی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ولا تخون من خانک، تو خیانت نکن به اون آدمی که به تو خیانت کرد. وظیفه تو احترام پدر و مادر. الله تعالی و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. الله تعالی شما را امر میکند که غیر او دیگه معبودی را پرستش نکنید، یگانه الله را پرستش کنید و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر نیکی کنید. در قرآن کریم نیکی کردن به پدر و مادر همسایه توحید است. بزرگترین عبادت، بزرگترین علم الله تعالی را یگانه شماریدن است. ببینید همسایه توحید این بر الوالدین است، نیکوکاری به پدر و مادر. بنابراین حتی اگر پدر و مادر از دین بیرون باشدم، شریعت ما را امر میکند که به آنها ملایم کنیم، قنات خاکساری خود را پس کنیم، معامله ملایم کنیم، درشت نگوییم، اوف نگوییم. حتی الله تعالی اوف من کرد، ولا تقل لهما اوف، و پدر و مادر اوف نگو. بنابراین شما فرزنداتون هم خیلی تربیت کنید که پدر و مادرش حرمت کنند. مادامی که امروز فرزندات شما اختیار کرده آمده است، شما تربیت کنید که اگر چه مادرش چی بود چی نبود، احترام مادرش به جا بیارد، معامله نیک کند و شما مانعیه واخوری نشوید. نه ما دعای بد کند، نادرست دعای بد نه، چون که پیامبر صلی الله علیه و آله لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم. شما بر ضرر خودتان دعای بد نکنید، یعنی خودتان دعای بد نکنید، این چون فرزنداتون دعای بد نکنید. آدم هزار قهرش بیاد، هزار غضبش بیادم، باید خود و فرزندانش دعای بد نکنند. بله، فرزنداش سخت زوم کردگی بس وقتش بکن، وقت جدا شدگی یا خطرک بودگی زوم کردگی بچه ها سخت زدگی، سخت استادگی، سخت رستگی بچه ها زیدلش خنوک کن اوای مادر برای همین خداشون همه من یگانش کن مانعه نمیکنم. بله، و بعضی مادرها عصباش خراب است، زنها ضعیف است. وقتی که دیگر مصیبت ها، بیماری ها سرش میبیاد، برداشت کردن نمیتونه. ولی همین سحر هم برای من یک خواهر نوشته بود که مقصد عصبام خراب است و در نتیجه غضبی شدنم فرزندامو میزنم افتاد. در همین حالت ها کسی اگر عصبش خراب باشد، عصبش خراب بودگیش از آن میفهمد که مثلا گپی عادی و غضب میکنه، گپی که باید غضب نمیکنه، گپی کم میلچ، گپای معیده و آدم غضبی کلام میکند، گویا اون کاری عظیم کرده باشد. در این حالت اگر همین خیلی غضبی شدن گرید و عصبانیت شدن گرید، یعنی میتوانید عصبی خود را معالجه کنید. هم معالجه های شرعی مانند نماز و ذکر و استغفار و توبه و دعا، خاصتا عبادت، ذکر، الا بذکر الله تطمئن القلوب،
و اینچنین با تلاوت قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، الله تعالی میگه قرآن شفا و رحمت برای مؤمنان است و اینچنین میتونه به نزد یک روانشناس، عصب شناس رفته از نگاه علمی طب هم تبابت کنه. الله تعالی اعلم. رحمت. سلامت باشید.